پیش از ما این سیاره تنها نبود. زمین ساکنانی داشت که نه از گوشت و خون بلکه از آتش و جریان نامرئی نیرو ساخته شده بودند. تمدن‌هایی شکل گرفت با شهرهایی که برای انسان ساخته نشده بودند و دانشی که هنوز هم فهمش برای ما ممنوع است. اما فساد از دل همان تمدن‌ها آغاز شد، نه با جنگ‌های انسانی بلکه با نافرمانی. و آنگاه آسمان شکافته شد. نیروهایی فرود آمدند که نه مهربان بودند و نه خشمگین، فقط مأمور اجرای حکم. تمدن‌ها بی صدا فرو ریختند. عصرها به پایان رسید و از آن جهان تنها یک موجود باقی ماند. او عزازیل بود، در میان نور اما متفاوت از دیگران. وقتی انسان از خاک آفریده شد، همه سجده کردند جز او. در آن لحظه حسادت متولد شد و سقوط آغاز شد، نه با فریاد بلکه با سکوت. این داستان افسانه نیست، این گذشته فراموش شده زمین است و شاید آنها هنوز هم ما را می‌بینند از جایی که ما توان دیدنشان را نداریم.